آدم یه قمر بنی هاشمی داشته باشه که اهل منبر در شباهتاش با امیرالمومنین 2 ساعت حرف میزنن، خیلی دلبستگی برای مادر ایجاد. باور کنید قمر بنی هاشم اگه صرفا جنگ رفته بود به این راحتی کسی نمیتونست بزنه. لذا باور نکردنی بود. اومدن گفتن آقا چجوری به این بیبی بگیم که پسرتو اینطوری کشتن؟ چقدر برنامه‌ریزی کرد برای خودش. اومد گفتش بیبی جان عبدالله و عثمان و جعفر رو کشتن، و از حسین چه خبر؟ آدمی که خیلی مهربانه دیدی دلش نمیخواد با واقع مواجه بشه. گفت عباستم، و از حسین چه خبر؟ گفت دستاشو، گفت از حسین چه خبر؟ گفت با عمود آهن، گفت دهنت بشکنه، از حسین چه خبر؟ هرچه زیر این آسمان، هرچی ستاره است، هرچی موجوده، بچه های من کلهم به فدای ابی عبدالله الحسین. دلم پاره شد از حسین ما چه خبر؟ تو منابع قدیمی هست یک زنی از کلبیه که میخوره همین فاطمه ام البنین باشه. همون جور که مادر شیرخوار یه بار اسم بچه‌شو نیاورد، برای ام البنین نوشتن انقدر برای سید الشهدا گریه کرد چشما رو از دست داد.